خب چت جی پی تی گفتم بچهش بسیار غمگین هستم، بسیار جگرخون هستم. میشه برای ما یک فکایی بگویی که مت از خنده گردایم به کفه؟ امیدوارم حالت زودتر بهتر بشه. حتما. یه لطیفه. یک روز به یک نفر میگن چرا سعی نمی‌کنی با مشکلاتت کنار بیای؟ میگه آخه مشکلات با من کنار نمیان. هیچ خوبش نبودم. بشرم دیگه، خجالت بکشی. خوبش نبود. یک فکایی دیگه بود. گفتم از خنده گردایم به کفه. تو یک فکایی بگو. مشکلی باید کنم. چشم. یه جوک دیگه. یه نفر میره دکتر، میگه دکتر هر کاری میکنم وزنم کم نمیشه. دکتر میگه خب از آسانسور استفاده نکن. میپرسه یعنی پله ها رو برم؟ دکتر میگه نه، تو همون آسانسور ورزش کن. ها 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 ها. اصلا خوب نبود، با مزه نبود. یکی دیگه بگو. باشه. امیدوارم یکی بهتر باشه. یه روز یه نفر میره رستوران، میگه یه سوپ میخوام. گارسون میپرسه چه نوع سوپی؟ میگه یه سوپ که توش مگس نداشته. گارسون میگه متاسفم، امروز سوپ مگس نداریم. دوباره بگو، نفهمیدم چی مگس چی کده. یه نفر میره سوپ سفارش بده. وقتی میپرسن چه نوع سوپی میخوای، میگه یه سوپی که توش مگس نباشه. گارسون میگه امروز سوپ بدون مگس نداریم. یعنی هر چی دارن مگس داره. ها. ولی از خدایی دیگه فکایی هست. اگه میشه یک فکایی سر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بگو. من ترجیح میدم درباره افراد خاص یا شخصیت‌های سیاسی لطیفه نگم. اگه موضوع خاص دیگه‌ای هست که نیست. توی داستانه صحبت. مردم فروخ رفت. کجای خاص است؟ در هر صورت. بله، میفهمم. گاهی اوقات حرف زدن درباره احساسات میتونه کمک کنه. اگه خواستی دربارش صحبت کنی، من اینجا.